محسني صاحب مخکې موضوع ته کامیاب صاحب اشاره وکړه چې تاسو خبرې وښودې چې د کینې او تعصب پر بنیاد باندې دغه نظریات تاسو ورکوئ. اما د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې دلته تر کومه ځایه پورې د افغانانو عزت فعلا خوندي دی؟ دوی ته ضرورت د دې نه دی چې دوی د افغانستان پرېږدي یا د کار دپاره او یا هم د نورو موخو دپاره افغانستان ولاړ شي؟ ابتدا باید در بحث ها ما معطوف به حکومت و مردم صحبت بکنیم، نباید بحث شخصی و دو طرفه شود. اما ای که تعصب را بخوایم مانا بکنیم، تعصب چیست؟ تعصب از دید دوستایی که مطرح میکنه که نظام باید تخریب نشود. این نظام از کجا آمده؟ این باید واضح شود. این نظام بر کدام مبنا بر این مردم مظلوم و فقیر و دربدر و آواره نازل شده؟ یک مسئله. دوم، یک گروهی کوچک آمده سیستم و نظام زندگی 40 میلیون انسان را برهم زده و در واقع اسلحه را به بیخ گوش این مردم گرفته و بعد میگه آنچه که من میگم تو اطاعت کو، بعد ما متهم به تعصب میشیم. کجا این تعصب است؟ حاکمیت موجود، حکومت موجود بر مبنای عدالت نیست، بر مبنای متون شرعی نیست. این کسی که نقد بر این اصول میکنه این متعصب است یا او کسی که دفاع میکنه از چنین بی‌عدالتی؟ اما یو موضوع د محسني صاحب، کله چې تاسو وایئ چې د خلکو په غوږ ټوپک نیولی دی او دوی ته وایي چې دماغه د زور په خاطر باندې په دوی باندې حکومت کوي، همدا اوس تاسو ډېرې خلاصې خبرې کوئ، هېڅ کوم مشکل تاسو د خبرو په وړاندې نشته دی او نه هم دلته کوم ټوپک شته دی چې خدای مکړه ستاسو په سر باندې نیولی. بحثی که صلاح در بیخ گوش مردمی است این است که همین اراده، اختیار و رضایت مردم با زور میخواد به دست حاصل شود. ما میزان رضایت مردم را نباید از شیوه های زورمندانه توقع داشته باشیم. این افغانستان را به بحران میبرد. ما متعصب نیستیم، ما حتی بدبینی به طالب ها هم نیستیم. ما نگران آشفتگی اوضاع آینده افغانستانیم. افغانستان نباید به بحران بره. یک مسئله. در مسئله ای که حالا توجیه میشه که ما جهاد کردیم، این جهاد بر اساس کدام مبنا بود؟ در مقابل افغان ها جهاد است. این جهاد نیست. طالب ها منهای پشتوانه و حمایت استخباراتی منطقه اساسا وجود نداره، عرض وجود نداره. بدون پشتوانه استخبارات منطقه اساسا جهادی نداره. اینها یک واقعیتی است. کجای از این تعصب است؟ مگر ممکن است بدون پاکستان طالب ها وجود داشته باشد؟ مگر ممکن است بدون حمایت های استخباراتی و لوجستیکی ایران طالب ها بتونه به جنگ خود ادامه بده؟ اینها جهاد نیست. نباید خود فریب بدیم. اما دوی وجه د اتلسو هیوادونو په وړاندې دوی جهاد کړی او دوی ته ماتې ورکړې. ببینید دنیا در افغانستان، من متهم نکنید طرفدار از غرب و شرق هستم. ما در این مملکت هستم و آدرس من مشخص و روشن است. اگر میخواین علیه ما بخواین مرا بکشین، من هستم. من غیر از این زبان دیگه چیزی دیگه ندارم. این طالب ها سرشون خلاص باشه که با کشتن من و با زندان و در بند کشیدن من هم چیزی حاصل نمیشه. نه حکومتشان مستدام باقی میمونه، نه اقتصادشان رشد میکنه، نه مدیریتشان درست میشه. فضا برای گفتگو باید باقی باشه. وحشت را از سر مردم دور بکنیم و کنار بگذاریم. بحث جهاد در ایست. در واقع ایالات متحده آمریکا در افغانستان، من دفاع از آمریکا نمیکنم، نقد ما به آمریکایی ها روشن و واضح. در طول همین 20 سال آمریکایی ها و ناتو در افغانستان بر اساس فیصله و تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور داشتند. در همکاری یک دولتی که منبعث از اراده مردم بوده. فسادش به کنار بگذاریم، اشکالات حکومت را به کنار بگذاریم، اما کمک های سخاوتمندانه به این سرزمین سرازیر شد. همون کمک هایی که امروز طالب ها مطالبه دارند که ما را به رسمیت بشناسیم و برای ما پول تادیه بکنیم. همون اتفاقات در گذشته هم افتاده. ما نباید ارزش گذاری بکنیم که طالب ها انسان های خوبن، صاحب مملکتن، 40 میلیون انسان دیگری حق نداره. اینها نیاز به بحث داره. نباید چنین تحمیل بکنیم بر مردم، عرصه و فضا را تنگ بکنیم. تعصب چیست؟ کجا از این تعصب است؟ ما میگیم بیایم برادر فضا را برای نفس کشیدن این مردم باز بکنیم. نگذاریم که پشت دروازه های کشورهای مختلف اینها سرازیر شوند. نگذاریم که اینها آواره شوند. یک بحث سرنگونی حکومت اتفاق افتاده است. یک بحثی است که فروپاشی نظام زندگی مردم هم اتفاق افتاده. اینها مقصرش آمریکا و شرق و غرب نیست. کیا هستند؟ مقصر درجه که فروپاشی روحی، روانی و اقتصادی افغانستان جنگ طالب هاست. اگر جنگ در افغانستان اتفاق نمی افتاد، اگر شرط طالب ها برای
حضور در حکومت، برای مشارکت در حکومت ای بود که اشغال پایان پیدا بکنه، با مذاکره اتفاق می افتاد، با گفتگوی اتفاق می افتاد که نه ویران میشد کشور ما نه دیگر. یک چیزی که ما نباید فراموش بکنیم که در واقع طالب ها رزمندگان و جنگجویان اهداف پاکستان در افغانستان بود تا زمانی که دولت های افغانستان در یک وضع مسالمت آمیز با پاکستان به سر میبرد، جنگ طالب ها فروکش میکرد. اما زمانی که مسائل دیورند و مناسبات دو طرفه مطرح میشد و مناسبات با هند مطرح میشد، هر روز جنگ طالب ها تشدید پیدا میکرد. پس ماهیت جنگ در اینجا ماهیت استخباراتی است. هیچ موضوعی در اینجا برای مردم، معطوف به آزادی و معطوف به رفاه انسان ها نبود. اتمنى کوم محسن صاحب کور مو